Hello, George. What can I do for you today? Hi, Doc. Thanks for coming. I feel terrible. I hope you can find out what's going on. داکتر محترم سلام. موسی داوری هستم از طریق کانال افغان لکچر در خدمت شما قرار دارم. قراره که شما میبینید من در اتاق مجازی عاجل قرار دارم. در مقابل ما یک مریض قرار داره که در این اتاق آمده و از این فقط ما 15 دقیقه وقت داریم تا بتانیم مریض مورد معاینه عاجل قرار بدیم. اقدامات لازم در 15 دقیقه اول به مریض اجرا کنیم. همچنین در اینجا بعضی از چیزهای هست، یعنی سامانالات، وسایل هست که ما از او استفاده میکنیم. در قدم اول تاریخچه مریض خیلی مهم است که ما باید بگیریم. تاریخچه به شکل کوتاه، خلاص و شکل گرفته میشه تا وقت ضایع نکنیم. از وسایلی که در اتاق عاجل، در هر اتاق عاجل قرار داره، قراره که شما در ویدیو میبینین. ما برای شما آهسته آهسته در وقت استفاده از او برای شما معلوماتش میتونم به شمول صفحه طور و شمول مواد که در تشخیص و در معاینه مورد استفاده قرار میگیره ما معلومات میتونم. شاید این ویدیو در 15 دقیقه اول به خاطر از اینکه اگر ما تمام معلومات پیش ببریم ختم شود و اضافه تر از 15 دقیقه رو در بر بگیره. 15 دقیقه نخواهد کفایت کنه. به او خاطر من فقط بالای نقاطی که در شرایط عاجل صورت میگیره گپ میزنم. بخش دیگه زیره و ترکیب از این که ما چه قسم و چی شکل از تمام از این معلوماتی که اینجا هست ما استفاده کنیم در ویدیوی بعدی برای شما نشان میتونم. حالا پس میرم و مریض خود میبینیم. های جورج، سلام جورج. ما میخوایم بفهمم که تو آیا مریض هستی یا مو مریضی که ما میخوایم ببینم هستی یا نه. لطفاً به من نام، تخلص و تاریخ تولد. Before I ask you anything more, can you confirm your name, age, and date of birth? My name is George Hamilton. You can call me George. I was born on April 16th and I'm 28 years old. بله، جورج همیلتون 16 اپریل 95 تولد شده. خودش است. خیلی مهم است که ما باید مریض خود را بفهمیم که این مریض همون مریض است یا نه. بعضی وقت تگ دست مریض فایده میکنه در صورتی که مریض ما بی‌حال، بیهوش یا ندالت باشه که نتونه جواب بده. خب ازش پرسان میکنیم چرا آمدی؟ و مشکل فعلی تو چی است؟ Can you tell me about what's brought you in today? Well, I was fine yesterday, but I started feeling unwell this morning. I've been hot and really shivery for a few hours. I've never felt this unwell before. میگه من تا دیروز خوب بودم، امروز تب دارم، لرزه دارم. یالت من قبلا نداشتیم، پس باز هم ازش پرسان میکنیم در این مورد. Can you give me the background to what's brought you in? Well, I've got testicular cancer and am on chemo. I've been doing fine with it though and had no problems until today. Other than feeling generally unwell and shivery, I have no other problems. میگه من مشکل که قبلی داشتم، من سرطان خصیه بوده و ما عملیات شدیم، کیموتراپی گرفتیم و رادیولوژی گرفتیم. به شمول از این موضوعی که فعلا هست که تب و لرزه هست، ما کدام مشکل دیگه این نداشتیم و متوجه شوین در مورد مدیکال هیستوری خود چی میگه. And aside from the issues you've mentioned, do you have any other medical problems? So, my main problem is testicular cancer, which was diagnosed a few months ago, and I've had radiotherapy, and I'm on my last cycle of chemotherapy. I also have type 1 diabetes, but that's really been well controlled, even with all of the treatment. Okay, can you give me any more details about your treatment? Sorry, Doc, I can never remember the details. My oncologist says things are really going well, though. Okay. میگه من بغیر از مشکل سرطان خصیه، مشکلی که تداوی جراحی بعد از او تداوی رادیولوژی و کیموتراپی است. یک مشکل دیگه هم داره که تایپ 1 دیابت، اما او تحت کنترل است. دیگه کدام مشکل خاصی که غیر از اینکه گفتن نداره. خیلی مهم است که از مریض پرسان کنیم ما که آیا عملیات شده؟ Have you had any previous surgeries or general anesthetics? Well, I had my testicle removed because of the cancer. Otherwise, no surgeries. اوکی. یک عملیاتی که شده، عملیات خصیش
کشیدن و غیر از او کدام عملیات دیگه نشدن. Are you allergic to anything? Yes, I'm very allergic to penicillin. I had it once and my throat swelled up and I couldn't breathe. I had to go to intensive care. It was terrifying. مریض ما آلرژی پنیسیلین داره و با شکل شدید قبلا دیده شده آلرژی ازش که در اینتنسیو بستر بوده و مریض در حقیقت آنژیودما حکایت میکنه. از سوالات دیگه از این فعلا میگذاریم به خاطر از اینکه ما باید ببینیم که وضعیت مریض چی است. اول این کاری که میکنیم مانیتورینگ شروع میکنیم. در اینجا فشارش میبینه، ساتوریشن یا اکسیژنیشن خونش میبینه و تمپرچرش میبینه. این زمان ریت میتونه ببینه. ساتوریشن مریض ما از 94 24 ریسپیریشن ریت است، فشار خونش پایان است از 100 و تمپرچرش 39 150 هرت ریتش هست. مریض عادی نیست، مریض امکان داره که از این لوحه و لوحه سپتیک میتونه باشه چون تو داره و علائم سپتیک نشان میده. خیلی مهم است تا ببینیم که خون مریض چی نشان میده، خونش میگیریم. در این زمان گپی که بسیار مهم است برای ما باید یک آیوی کانال باید باز کنیم. باز کردن آیوی برای ما فایده داره. اگر مریض ما در شاک سپتیک برای ما باید میره بکشیم، میتونیم تداوی آیوی را شروع کنیم، میتونیم حالات عاجل سرش عملی کنیم که در اینجا مهم است. در قدم اول یک آیوی کانال برش میگذاریم، منتظر نتیجه خون میمانیم. چون مریض ما دیابتیک است باید پیش سوی کیتونا را در نظر بگیریم که اسیدوز کیتونیک نداشته باشه. به او خاطر ما پیش مریض باید یک آرتریال بلاد گاز که آسانترین و زودترین نتیجه را میده و نتیجه بسیار خوب داره پیش اجرا کنیم. آرتریال بلاد گاز از شریان رادیال بسیار به خوبی گرفته میشه. خیلی شما میبینید که اگر من نزدیک بیایم میتونید شما به خوبی ببینید وقتی که آرتریال بلاد گاز از این قسمت میگیره شریان رادیال، میبینید خودش نظر و فشار شریانی پر میشه و کمک رنگش صافتر است. یک ECG برای مریض باید بدیم. البته معنی فیزیکی رو باید اجرا کنیم اما با معنی فیزیکی ما زیاد وقت نداریم. در سناریوی بعدی معنی فیزیکی رو باز اجرا میکنیم. نتیجه ECG ما نشان میده که ریتم مریض ما سینوزل است، اریتمی نداره و کدام نشان دهنده تغییرات استی پیش مریض نیست. در قدم دیگه مریض ما حکایه درد نمیکنه. شارپنس آف برد داره، ساتوریشن مریض ما پایین آمده از 93 رسیده. ما باید برای ماسک توسط ماسک باید بدیم. ساتوریشن همیشه باید از 94 بالا باشه. در حالت سپتیک غیر از او وضعیت مریض خراب میشه. فشار پایان است. سلین نو ادیتیوز 500 میلی گرم میتونیم بسیار خوبی شروع کنیم. Those fluids are up and running. اوکی، فلوید شروع کردن. ما یک تست یورینری میتونیم بگیریم ببینیم که That's done. The results are on the computer. رادیولوژی یک اکسری چست میتونیم بگیریم. That's done. The results are on the computer. حالا نتیجه معاینات خون ما آمده. هیموگلوبینش نرمال، WBC و نیوتروفیل ما پایان است. پیش مریض یک نیوتروپینیک است، در خط یک لوکوپینیک است. پلاتلیت های ما نرمال است. خیلی مهم است که ایران باید در نظر بگیریم. سویه پتاسیم و سودیم خون ما نرمال است و همچنان آین آر ما نرمال است. اینجا که برای ما مهم است CRP یا یک پروتئین ما بالا رفته و لاکتات پیش مریض بالا رفته. ببینیم در آرتریال بلاد گاز ما چی نشان میده. مریض اسیدوتیک است، سچوریشنش پایان است، لاکتات داره، لاکتیک اسید دوز است. چون مریض ما با لوی قرار داره لوی سپتیک است باید در نظر بگیریم که اولین کار که میکنیم انتی بیوتیک رو شروع میکنیم. آیوی انتی بیوتیک، لوی سپسیس، نیوتروپینیک سپسیس، کامن سپسیس، هاسپیتال سپسیس. نیوتروپینیک سپسیس و کسی که پنسیلین الرژی داره میدونیم وانکومایسین آیوی برش مندازیم. Okay, that medication's given. دواره گرفت، فشارش کمک خوب است. مگم تمپرچرش 39 هنوزم. هرت ریتش آیسته آیسته پایان میاد. ریسپیریشن فرکانسیش کم شد، فشارش آیسته آیسته بلند رفت. That bag of fluid has finished. فعلا از حالت وخیمی که منتظرش بود که میشد حال در خط باز داشته شد. مهم گپی است که ما بفهمیم چه مریض دیوریز داره. خاطر ساعتانه That's done. The results are on the computer.
و به خاطر از او میتونیم به مریض یک کاتتر بونیم. We're going to insert a catheter for you now, if that's okay. حالا براتون کاتتر بگذاریم. فعلا به مریض کاتتر گذاشته شد و نظر به ساعتانه دیوریزش میتونیم از طریق معاینه کنیم و بفهمیم در فی ساعت چقدر دیوریز. 55 میلی لیتر دیوریز داره فی ساعت که بسیار گپ خوب است. به خاطر دریافت علت سپسیس باید کلچر خون دیده شود. اینجا کلچر خون توسط وین و بلاد کلچر میگیریم و در قدم بعدی در مانیتور ما نشان میده که سویه سچوریشن ما بالا رفته، هارت ریت پایان آمده، خون فشارش از حد بلند است، تمپرچر ما آهسته آهسته پایین آمده. از مریض اگر پرسان کنیم که چی حالت داره. How are you feeling now, George? Yeah, I'm feeling a bit better, thanks. مریض یک کم بهتر شده، احساس بهتری میکنه. این تداوی عاجل است که شامل فلوید است، مانیتورینگ است و نظر به مانیتورینگ ما وضعیت میبینیم. یک گرفتن خون است، آرتریال بلاد گاز در صورت کسایی که مشکل صدری، مشکل تنفسی و کسایی که دیابتیک هستند داشته باید ببینیم. دیوریز برای ما مهم است به خاطر ریسپانس تداوی. بعضی وقتا هست به خاطر که مریضای ما در شاک میره دیوریز پایان میره، به او خاطر ضرورت به این مفته که ما باید وازوپرسورال استفاده کنیم. این از این استفاده برای ما خیلی مهم است که اوتپوت داشته باشه مریض. اکسری خدا باید ببینید. اکسری مریض چی بود؟ اکسری مریض ما هست در مقابل ما قرار داره که هیچ چیز خاصی در نمیشه. قلب نورمال است، سایزش چیز نیست در میگستینم و در هیلی و همچنان در خود فیلدایشش اینفیلترات، پنومونی کدام دیده نمیشه، کثافت دیده نمیشه. همچنان پیش مریض ما مشکل در پلوران نیست. خب این بود بخش سیمولیشن آل ما که ما تانستیم پیدا کنیم که مریض ما سپسیک است. به خاطر از این کسایی که سپسیس است باید گایدلاین سپسیس در نظر بگیریم. کسایی که به این لون میاین اون در اینجا ما رد فلگ ها داریم که شما اگه متوجه شوین اگر مریض ما دراوزی باشه، هرت ریت ما بلند باشه، اکسیژن سچوریشن ما پایان باشه، ریسپایریشن فرکانس ما از 25 بالا باشه، سیستولیک ما از 90 اگر پایان آمد، پیش کسایی که انیوریا پیدا شده، کسایی که سیانوتیک هستن، کسایی که اگر رش داره و لکتاتش از 2 بالاست، این مهم است. برای از اینا تداوی فوراً باید لوه سپسیس شروع شود. یا ای که کسایی که فرزن پایین است، هرت ریتشان از 129 پایان از 90 بالا، سیستولیکشان از 90 و 100 است، تمپرچرش تقریبا نیم مریض بود. اما در اینجا فعلا لوحه مختلط است بین رد فلگ و اورنج فلگ و به این صورت اگر دو چیز دیگه پرزنت پیش از این مریض کنه، مثلا باید منیجمنت ازی مانند پریسپتیک است، یعنی در حقیقت سپسیس شاک نیست اما سپسیس عادی هست که میره به شاک. در این صورت ما باید شروع کنیم اکسیژن آیوی را باید باز کنیم، لابراتوار معاینه را بگیریم، کلچر را بگیریم، گاز یا وینول بلاد گاز بگیریم، چیزی کار کردیم، آیوی فلوید تقریبا 500 میلی لیتر کلسترول میتیم، آنتی بیوتیکا شروع شود، وان براد اسپکتروم یا براد اسپکتروم گرفته میشه، لسات اول باید داده شود، یورین اوتپوت باید گرفتن شود و بعد از او چست اکسری، یورین دکس، سپوتوم کلچر و علتایی که چرا پیش مریض سپسیس تأسیس کرده دیده شد. در قدم بعدی میتونیم از اتندینگ کانسولنت استفاده کنیم یا کسی که دکتر متخصص است بیایه و نظر خود او باید بده. این کاری است که دکتر عادی در شفاخانه در نوکری والی باید اجرا کنه پیش مریضای بلوه سپتیک. تشکر از توجهتان. امیدوار هستم که این ویدیو برای شما آموزنده بوده باشه. کوشش میکنم که از این هم آسان‌تر براتون تشریح کنم و در ویدیو بعدی معاینات فیزیکی را فقط بالای مریض اجرا میکنیم و در او هم من کوشش میکنم براتون کارهای آسان‌تر، طریقهای آسان‌تر، چیزی که آسان شود برای شما، برای محصلین و از نظر عملی براتون آسان شود.
چون ما در افغانستان زیاد نظری خواندیم و در عملی مشکل داریم. نقاطی که برازنده باید کنم او را برازنده میکنم براتون و امیدوار هستم که از این شما بهره ببینید و خیر ببینید. تشکر.